فلینت یا سنگ چخماق یکی از شگفت‌انگیزترین و قدیمی‌ترین سنگ‌هایی است که بشر تاکنون از آن استفاده کرده. از دوران باستان تا امروز چخماق به عنوان سنگی با خاصیت جرقه‌زنی کاربردهای گوناگونی داشته. انسان‌های اولیه با زدن 2 قطعه چخماق به هم جرقه تولید می‌کردند و از آن برای روشن کردن آتش بهره می‌بردند، مهارتی که هزاران سال پیش زندگی بشر را دگرگون کرد. اما از نظر زمین‌شناسی چخماق نوعی سنگ رسوبی سیلیسی است که عمدتاً از میکروکریستال‌های کوارتز ساخته شده. این سنگ درون لایه‌های سنگ آهک یا گچ به صورت توده‌های یا گرهک‌های خاکستری قهوه‌ای یا سیاه یافت می‌شود. ساختار آن بسیار سخت، تیز و شکننده است، به گونه‌ای که با شکستن لبه‌های تیز و صیقلی ایجاد می‌کند. به همین دلیل در دوران نوسنگی ابزارهایی مانند چاقو، نیزه و تیغ از چخماق ساخته می‌شد. در دنیای امروز نیز از چخماق در فندک‌ها، صنایع فولادسازی برای آزمون جرقه و حتی در زیورآلات نیز استفاده می‌شود. برخی باورهای باستانی نیز برای آن خاصیت‌های انرژیزا قائلند و می‌گویند این سنگ موجب تمرکز و آرامش ذهنی می‌شود.